بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی برادران سوال کردند که آیا بر ذمه فقیر و کمبغل هم صدقه فطر واجب می شود یا نه؟ چون که در محله امام مسجد در موعظه اش چنین گفت که صدقه فطر بر بای و کمبغل و حتی از جانب کودک در بطن بوده نیز واجب است و باید پدر کودک از جانب او صدقه فطر بدهد. پس آیا این صحیح است یا نه؟ جواب: در مسئله واجب شدن صدقه فطر بر فقیر و کمبغل اختلاف مذاهب است. بعضی فقها نوشتند که کمبغل و فقیر اگر طعام یک شبانه روزی خود را و اهل و عیالش را داشته باشد صدقه فطر بر او واجب می شود. اما در مذهب حنفی صدقه فطر بر شخص واجب می شود که ثروتمند و صاحب نصاب باشد، یعنی آن مقدار مال داشته باشد که قیمت آن به نصاب زکات رسیده باشد، اگرچه زیاد شونده هم نباشد. خلاصه غیر از آن مال و منالی که استفاده می برد یک مقدار مال دارد که قیمت آن به نصاب زکات می رسد، مثلا قالین، ظرفها و دیگر مال و متاع دارد که آن را استفاده نمی برد. در این گونه مال ها اگرچه نمو یعنی زیاد شوی نیست و زکات در آن واجب نمی شود، ولی برای صدقه فطر واجب شدن اعتبار دارد و حساب کرده می شود. اگر به نصاب زکات رسیده باشد صدقه فطر و قربانی بر او واجب می شود و اگر در این گونه مال ها نیت تجارت داشته باشد البته زکات هم واجب می شود. خلاصه در مذهب حنفی صدقه فطر بر شخص غنی و ثروتمند واجب می شود. در حدیث آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند: لا صدقه الا عن ظهر غنى، رواه احمد فی مسنده عن ابی هریره رضی الله عنه. یعنی نیست صدقه مگر از روی بینیازی و بایگری. و در صحیحین یعنی بخاری و مسلم به این لفظ آمده است: و خیر الصدقه ما کان عن ظهر غنى، یعنی بهترین صدقه آن است که صدقه دهنده آن را از روی بینیازی و بایگری صدقه بدهد. به حواله نصب الرایه جلد 2 صفحه 411. در کتب فقه و فتاوا نیز به صراحت آمده است که صدقه فطر بر شخص غنی و صاحب نصاب واجب می شود، یعنی بر شخصی ثروتمند واجب می شود، اگرچه مالش به مثل مال زکات نمو کننده یعنی زیاد شونده هم نباشد. از جمله در فتاوای عالمگیری آمده است: و هي واجبة على الحر المسلم المالك لمقدار النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية. الفتاوى الهندية معروف فتاوای عالمگیری جلد 1 صفحه 191. یعنی صدقه فطر واجب است بر مسلمان آزادی که مالک نصابی است که از حاجتهای اصلیش زاید است. در فتاوای شامی جلد 3 صفحه 313، فتاوای تاتارخانیه جلد 3 صفحه 453 و شرح النقایه جلد 1 صفحه 550 و دیگر کتب فقه و فتاوای مذهب حنفی نیز برای واجب شدن صدقه فطر صاحب نصاب بودن یعنی بای بودن و ثروتمند بودن را شرط قرار داده شده است. اما مسئله این که صدقه فطر از جانب کودکی در بطن بوده واجب می شود یا نه، جمهور فقها بر این قول اتفاق نظر دارند که از جانب کودکی در بطن بوده صدقه فطر واجب نمی شود و در مذهب حنفی اگر قبل از دمیدن صبح صادق یعنی صبح صادق روز عید تولد شود واجب می شود، ورنه واجب نمی شود. در فتاوای عالمگیری آمده است: و وقت الوجوب بعد طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر فمن مات قبل ذلك لم تجب عليه الصدقه ومن ولد او اسلم قبله وجبت ومن ولد او اسلم بعده لم تجب الى آخره. الفتاوى الهندیه عالمگیری فتاوای عالمگیری جلد 1 صفحه 192. یعنی وقتی واجب شدن صدقه فطر بعد از طلوع فجر دوم یعنی بعد از دمیدن صبح صادق روز عید است. پس شخصی که پیش از این یعنی پیش از صبح صادق فوت کرد صدقه فطر بر او واجب نمی شود
و اگر شخص پیش از صبح صادق روز عید تولد شد یا مسلمان شد، صدقه فطر بر او واجب می شود. و اگر بعد از دمیدن صبح صادق روز عید تولد شد یا مسلمان شد، صدقه فطر واجب نمی شود. از این فهمیده می شود که صدقه فطر تنها از جانب کودک واجب می شود که پیش از دمیدن صبح صادق تولد شده است. از جانب کودک در بطن بوده چیزی واجب نمی شود. کتاب الله دستوری، كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنته انجلى نوري لهدي